حدیث 6065 صحیح البخاری. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که لا تباغضوا، لا تباغضوا، شما بغض نکنین. لا تباغضوا، شما بغض نکنین، کینه با هم نداشته باشین، با هم کینه ورزی نکنین. یک کسی بدش میه، یک مسلمان باید بدت نبیه. یک مسلمانی که عقیده درست داره، الله را میشناسه، رسولش میشناسه، به امراضی بغض نکنین. ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا، و میگه شما حسادت نکنین. الله سبحانه و تعالی برای هر کسی هر چیزی نمیده، شما حسادت نکنین. فلان نفر چرا چیزی داره. غبطه و حسد با هم فرق داره. غبطه چی نمیگه؟ مثلا یک نفر یک نعمتی را داره، شما از الله میخواین که الله این نعمت بر شما هم بده، این کار خوب است. اما یک کسی یک نعمت را داره، شما میخواین که نعمت از او زوال شوه و بر شما بیایه، این حسادت میگه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که حسادت نکنین. ولا تدابروا، تدابر چی رو میگه؟ یعنی یکی به دیگه پشت دور نتین. یک کسی رو در یک جای میبینی، روی از پیشش دور میتی، نمیخوایم برایش صحبت بکنی. مسلمان است، حقش است بالای تو که برش بگویی السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه این اساسات اخلاقی اسلام است. ولا تدابروا، به یکی دیگه تان پشت دور نتین. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لا تحاسدوا، حسادت بینتان نکنین. لا تباغضوا، بغض نکنین. لا تحاسدوا، حسادت نکنین. ولا تدابروا، به یکی دیگه تان پشت دور نتین. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام. ولا يحل، حلال نیست بر یک مسلمان، ان یهجر اخاه، که از یک برادر مؤمن خود، از یک خواهر مؤمن خود چی کنه؟ هجرت یا دوری بکنه. یعنی کتش گپ نزنه، پیشش نره، امرایش سخن نگویه. فوق 3 ایام، اضافه تر از 3 روز. یعنی اگر کسی خفه میشین تا 3 روز، اگر از پیشش خفه شدین، روز 4می حتما سلام بتین، برش بگوین که من 2-3 روز به خاطر ازی خفه بودم که خود این تو یک اشتباه را کردی. و این ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم است برای مسلمان های واقعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.